داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان رهاننده. بعد شیوشه مرکا بنی اسرائیل کوما شروع به نااطاعتی ش خدای فرمان کرد و آدگه مردم انه که به کنعانی تعاهتتن دیمش نداد که بروند. آوان به جای یشی که یهوه حقیقت این خدا را عبادت کنند شروع به کنعانی بتانی عبادت کردش. بنی اسرائیلیان پادشاهی نداشتش، بنابراین هر کاری که فکر را کرد درستند انجام داد. به سبب آنکه اسرائیلی کوما به خدای نافرمانی ادامهش داد، خدا آوان تنبیه کرد و آوان به دشمنان تسلیم کرد و آوان اسرائیلیانی مالا غارتش کرد و آوانی اموالا نابودش کرد و باز انشا مردمانان کشتش. بعد گذشته چند که سالا که خدا نافرمانیش کرد و دشمنان آزار شدیست بنی اسرائیلی کم توبه کردند و خدا لوتتش که آوانا نجات دند. و بعد خدا رهاننده انتخاب کرد که آوان را دشمنانی شر را نجات دهند و آرامش را به سرزمین موعود برگردانید. اما دوارک خدا را بیوشش کو و شروع به بتانی عبادت کردند. بنابراین خدا یک گشتین به مدیانی یعنی کوما اجازه داد که به بنی اسرائیل حمله کنند و یشان را شکستند. مدیانیان به مدت 7 سال اسرائیلی یعنی محصولات از ارتش. بنی اسرائیل کم باز ترستند و به قارانی تها پناه بردند که مبادا مدیانیان به آوان آسیب جنند. سرانجام آوان به خدا التماسش کرد که آوان را نجات دهند. یک روی چی اسرائیلی مردی که نامی جدعونت پنهانی دور شمدیانی یعنی چمانی دیما مشغول به برداشت گله و حتت که یک فرشته یهوه باس را برای نشان داد و گوشت ای مرد دلیر خداوند گویتند بره و اسرائیل شمدیانی یعنی دستان نجات ده. جدعونی پسا قربانگاهی داشت که آوان را به بتان تقدیم کرد. جدعونی پسا قربانگاهی داشت که آی را به بتان تقدیم کرد. خدا به جدعون فرمان داد بره و بتخانه را واژگون کن، اما جدعون شمردمان ترست. بنابراین تا شپه نیما منتظر ماند و بعد مذبح را پروشت و آی را تکه تکه کرد و به ما مذبحی نزدیک نوکن محرابی په خدا جور کرد و به خدا و قربانی داد. صبح روی چه بعد مدیانی اندیست که کسی وارد بوده و مذبح را پروشته و یه باعث بود که خشمی بیند. آوان به جدعونی گسه طرفا شدند تا ای را کشند، اما جدعونی پس گوشت چرا شما و لوتت به بوتی خدا و کمک کنند؟ اگر خداست اجازه دهید وقت شود محافظت کند. بنابراین آوان جدعون را نکشتش. بعد شوی مدیانیان باز پدوزی اسرائیلیان شروعش کرد، طوری که دیگه قابل شمارش نهد. جدعون خدا لوتت که به آیی 2 نشانک دند تا خیالی راحت بید که خدا پری جنگ تاها گرایند. جدعون شروع کرد به کومه مردمانی جمع کردن که مدیانیان جنگ کنند. اولین نشانه و جدعون مقداری پشم به خرمنگاه تا هشت و خدا لوتت که فقط به پشم سرا شبنم نشتوید ولی زمین خشک مانید. خدا یک کار را انجام داد. روی چه بعد خدا لوتت که زمین تر بید ولی پشم خشک بیند. خدا یک کار را هم کرد. یه 2 نشانک جدعون را قانع کرد که خدا و لوتت شایی بنی اسرائیلی کوما نجات استفاده بکند. اسرائیلی یعنی سرباز جدعونی یاتند، اما خدا برای گوشت یه تعداد سرباز بازند. بنابراین جدعون از 62,000 نفر را تعداد 22,000 نفر را که جنگا ترستش به آوانی گسادیم داد. دوارک خدا به جدعون گوشت نفر هم باز هستند و بعد جدعون گردنه به غیرش از 300 نفر را به آوانی گسادیم داد. اما شب خدا به جدعون گوشت به طور مخفیانه به مدیانی یعنی اردوگاه ها برود. وقتی آوانی هوا را نبشکنه جرأت پیدا و کنه و نترسه. جدعون به آوانی اردوگاه ها شد و اشکت که یک مدیانی سرباز بوتی دوستا در مورد بوتی وابا هبردند. آیی رفیق به آیی گوشت تیواب به معنی یه شند که جدعونی سپاه مدیانی انا شکست دادند. جدعون که یه خبر نوشکت
خدا را ستایش کرد. جدعون به وتی سرباز زنی که نکه برگشت و به هر کجام شاوان یک شیپور یک سفال ین کوزگین که مشعلی برای تعاوت داد. آوان هنگامی که مدیانی یعنی سرباز وابتند آوانی اردوگاه هم محاصرهش کرد. جدعونی 300 سرباز وتی مشعلانه چیرش داد تا مدیانیان متوانند آوانا نور تب گندند. و بعد شایی گرد جدعونی سرباز همزمان گرد کوزگانه که مشکل به آوانی تعاهتت پروشتش. آوان گویتی شیپورانه نواختش و فریادش اجد. شمشیری پا یهوه و شمشیری پا جدعون. خدا مدیانیانه پریشان کرد. آوان شروع به وتی همدیگر کشته نکردند. زوتی آدگه اسرائیلی که آوانش اگسش لورتتش تا مدیانی یعنی تعقیبیاتش. آوان بازی تعدادی مدیانی ارش کشت و آدگرانه تا هنگامی که سرزمین تها در بوتن تعقیبش کرد و آدگرانش سرزمین اسرائیل درش کرد. روی چه تا 120,000 نفر شمدیانیان کشته بود. خدا اسرائیل کوما نجات داد. مردم لورتتش جدعون را وتی پادشاه کردند. جدعون به راوان اجازه یک کارا نداد. اما شاوان لورتت مقدارش طلایی این حلقه و که شمدیانی یعنی دستا یا ارتگش برای تحویل دهند. خدا اجازه داد که یشانی دشمن آوان شکست دهند. سرانجام آوان باز خدا تقاضای کمکش کرد و خدا پراوان دیگه نجات دهنده دیم داد. یه الگوی مجازات و توبه و رهایی بارها ادامه داشت. بازین تعدادی منجی پا اسرائیلی یعنی نجات دشمن دستا دیم داد. مردم بازین طلا به جدعونش داد. جدعون گو طلاوان که غنیمت گبتد بازکرد یه جور کرد و مردم همه بازکرد که پراوان چوبوتاوت عبادتش کرد. بنابراین خدا شدو آرگ اسرائیلی کوما تنبیه کرد. چرا؟ چون شدو آرگ به بت پرستی رویش کردد. یه توبه الگو بار تکرار بود. اسرائیلیان گناهش کرد. خدا آوان را تنبیه کرد و آوان توبهش کرد و خدا بار پراوان رهاننده دیم داد. سرانجام بنی اسرائیل کمش خدا لورتتش که یک پادشاهی چودگه ملتن براواندند. آوان یک پادشاه نیرومند و قوی و رهبری که به جنگانی تها بتواند آوان راهنمایی کند لورتتش. خدا شه آوانی درخواست خوشنود نهد، اما چیزی را که آوان لورتتش به آوان داد. داستانی برگرفته کتاب مقدس، کتاب داوران، فصلهای 1 تا 3 و 6 تا 8.